سلام علیکم زنده سلامت خانواده سلام باشه. کسی که قسم میخورد که قسم خور آدم دروغگو است. فهمیدین؟ وقتی کسی قسم میخورد که آدم قسم میخوره که در روبروش رو باور میکنه. دروغ باور میکنه، راست راسته. من هر چنگی به شما آیات قرآن حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله که برسانم که شما آدمایی که اگر راست قلب باشین گپ مرا باور میکنین، گوش میکنین و در عمل جاری میکنین. اگر دروغگویی باشه در بین شما کسی که باور نمیکنه، برای که دروغگو فقط گپ دروغگو رو باور میکنه. بله. و قسمخور گپی قسمخور رو باور میکنن. قسم کسی که میخورد کو و انیق دروغ میگوید. آدمی راستقال راستگوی هیچ قسم نمیخوره. به قسم میگه که من این کارو نکردم که این کارو کردم. آدم میگه که قسم به خدا قسم که من این کارو نکردم، به خدا قسم که من این کارو گپ نگفتم که آدم دروغ میگه. یعنی من از تجربه خودم میگم. در حیاتم دیگه آدمایی که قسم خوردگان کو هم قمر فریبو کردگان که فریبو کردگان برابر قسم خودشون. Сума гиштагиан қарз нагардонагиан қасам хӯрдагиам пулитра гардонин будем дар варақ наминайстагӣ мондагиам ки нами чида сообщениёшо нишон додам мегӯяй нема додагим ту гап маро бовар намекунӣ надодам пула қасам хӯрдагим пулитра додагим фреб баъд дар чӣ будам дар Кавказ як хоҳар бо ман дӯстӣ мекард ами қасам мехӯрд гуфтам барояш ки қасам нахӯр қасамхӯр дурӯғе ба гуфт ки дар мо ҳама гуфт қасам мехӯра гуфт бе қасам гап намезанем и калимаи қасам гуфтам ба шуморо мода шидаге بعد گفت بعد با من گفت که مرا گفته استی و بس کن قسم خوری. بعد گفت رحمت بر شما که با من دوستی کردیم و قسم خوری بس کردم. آدمی است که با آدم میگه که با موش نیموشه بوده چیزی سیوشه و قسم خوری بس کردم. خواهر با من خس کرد. گفت قسم نمیخورم باید تو دوستی کنم. تو باز ما با خواهر ازم کافکاز دوستی دارم. قسم خوریش از بین رفت. هست انسانایی که تاثیر میکنن گپ. هست انسانایی که نه از گوش میداره گوش میبره میره. برای میدونید که قسم خور دروغگوی است. کسی قسم قطعی گپ میزنه که شما باید دروغ میگه. ببین در وقت گپ زنی قسم میخورد کو همین خدا در این گپ میگه قسم میخوره و دروغ میگه. قسم خوردن در دین اسلام هست، اجازه است. قسم خوردن در وقتی که آدم در تحت کشتن میبرن کو تگی دور دادن اونجا میگن که قسم خوره که من کار نکردم کردگی باشه میگن نکردم. در این حالت و در حالی که دو کس اشتی میدارن در دو حالت ممکنه قسم خوردن و آدم چی کردن نجات دادن و دروغ گفتن در این دو حالت ممکن است. همین دروغ گفتن در دو حالت ممکنه و قسم خوردن در دو حالت ممکنه. غیر این در هیچ کجا قسم خوردن دروغ گفتن ممکن نیست. بله. به نام الله گفته در پشت کلمه الله دروغ میگویند. قسم به نام خدا میخورند در پشت کلمه الله تعالی دروغ است. برای دروغ قسم میخورند. فهمیدین که آدم باور کنه گفته قسم نام الله میگه که آدم باور کنه که دروغ محض میگوید قسم میخورد. از خدا باید بترسیم. ما باید قسم نخوریم در هر کجا در هر جا. قسم نام الله تعالی برای آدم بازیچه شده که بازیچه برای قسم میخورند در هر جا قسم دروغ میخورند. نام الله تعالی برای باید بازیچه نباشه. نام الله تعالی این الله بزرگ است. یکم نامش بزرگ است. الله میگن کو بزرگ است. نباید ما قسم خوریم بعد آدم رو فریب کنیم در پشت کلمه الله تعالی چند فریب و چند دروغ با کلمه الله بپوشانند انسان ها. نباید خیلی باشیم. نباید که با کلمه الله تعالی دروغ فریب بپوشانیم. بله بدونید که آدمی که قسم میخورد که بغیر از همین تگی دور نبردن کسی رو اشتی در آوردن در دو حالت ممکن است قسم خوردن و دروغ گفتن. غیر این در هیچ کجا نه دروغ گفتن نه قسم خوردن در دین اسلام ممکن نیست. من است گناه است قسم دروغ گفتن. قسم دروغ میگفتگی آدم ها در دین اسلام سانکسور میکنن. میدونید چی میگن؟ وقتی که انسان ها بیان که آدم تهمت کنن که وای زنا کردم آدم ها زنا کرده زناکار میمونن انسان خیلی سانکسور میکنن. یا که آدم تهمت میکنن تهمت اگر شاهدی دروغ بیاد در دین اسلام حکمش سانکسور است. بله چگونه که زناکار سانکسور میکنن که شاهدی دروغ هم سانکسور میکنن. شاهد دروغ میدونید کی است؟ کسی که قسم قطعی دروغ میگه. قسم قطعی دروغ میگه یعنی در دین اسلام حکمش سانکسور است. سانکسور معنیش جزا دادن و سنگ قطعی سنگ شپکش میکنن. با حکم قاضی چند تا سنگ میزننشه مردنی میزننشه با حکم قاضی قطعی مفتی قطعی. بله از قسم های دروغ گفتن باید که ما خودمون رو چیکار کنیم؟ کناره بگیریم. حذر باید کنیم. لیکن با من چند نفر رو اصلاح شدگیم. از شناسای من آدمایی که قسم میخورن اصلاح شدن. لیکن بسیارش اصلاح نشدن برای که آنها اصلاح نشوندن. گفت رحمت مادری من که آدمایی نمیفهمیده که از دنیا نفهمیده میرون و اصلاح نمیشدگی در آیه قرآن آمده است که تا انسان خودشون اگر به سوی خداوند نگردن نخواهند که نگن خدا ما را اصلاح کن او را انسان ها اصلاح نمیکنن. این در سوره چی اومده که یاسین کسی را که خداوند خواهد هدایت میشود برای راست میرود. اگر انسان به سوی خداوند برگردد برنگردد که
ما اگر 24 ساعت گیم تا انسان خودش نخواهد دیگر نمیشود. بله، از ما فقط رسانیدن هدایت از جانب الله تعالی به آن شرطی که انسان خودش به الله تعالی مراجعت کند و مراجعت کند که خداوند ما را اصلاح کن، خطاگی مرا، گناه مرا بخش. من دیگه همین قسم خوری بس کردم، این کار را بس کردم و از این کار برگشتم. مینا دارم از شما.